در میان لحظه جانکاه قبود، زیر باران خدا باز شنید. نازنینم، آدم، نه به اندازه تنهایی من، نه به اندازه عرش، نه به اندازه گلهای بهشت، که به اندازه یک دانه گندم. تو فقط یادم باش. یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و سلام خدا به شما اهالی ارجمند یاد خدا. وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم توفیق دارم محضر شما سروران عزیز هم نشین باشم و در خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حیدری کاشانی بزرگوار عرض ادب و خوش آمد داشته باشم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. سلام خداوند رحمان و سلام تمام آحاد بشری نثار اون نور خدا امام زمان ارواحنا فدا که تمام هدایت یافتگان عالم با نور خدایی او هدایت میشه. امیدوارم مجلس و محفل ما تجلی تابش انوار نورون علی نور ولایت و امامت امام زمان ارواحنا فدا باشه، با یاد و خاطره شهدای بزرگوارمون شهید سلیمانی عزیز، شهید فخری زاده عزیز. یک عرض ادب و ارادتی رو محضر شهدا داشته باشیم. در ابتدای اینها شهدای راه در نهضت انتظار هستند، شهدای سپاه امام زمان ارواحنا فدا هستند. ما وقتی بحثمون سلوک مهدوی است و مهندسی شخصیت مهدی یاوران، به یک الگوهای تمام عیاری نیاز داریم که اینها ویژگی های مهدی یاوران رو، ویژگی های قرآنی، ویژگی های روایی رو در خودشون ایجاد کردن، به ملکه اخلاقی تبدیل کردن و شاید گاهی قرنی بگذرد، 50 سالی بگذرد، یکی از این سرداران به منصه ظهور برسه و فیضش به عالمگیر بشه و به تمام عالم بشری برسه، نهضت انتظار رو سرعت بده، سبقت بده در نزدیک شدن به دولت کریمه مهدوی. عرضه بداریم که بر نور خوش ماه خراسان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بر روح مطهر ماه جماران صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هم عهد دو سردار سلیمانی و فخری زاده، تقدیم به پیشگاه شهیدان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوش آمدید. ممنونیم از قبول دعوت و قبول زحمت حضرت عالی. چهره شما رو بیننده‌های خوبمون در یاد خدا که میبینن متوجه میشن که بحث ما بحث مهدوی خواهد بود و عطر حضرت امام منتظر رو در برنامه‌مون خواهیم داشت انشاءالله. خدا رو بی نهایت شکر. بنده دیشب که نایب الزیاره تمام محبان امام زمان بودم در مشهد الرضا، واقعا از محضر امام الرؤوف، امام العطوف
دار و ندار ما ایرانی ها مدد گرفتم خاضعانه و خاشعانه که برنامه ما واقعا مصداق معرفت الامام باشه که رأس الحکمه، سرآمد تمام علوم نافع بشری معرفت امامه. انشالله این آتش معرفت، آتش محبت، آتش ظهور امام عصر رو بتونه بیش از پیش در جامعه دینی ما انشالله در سطح ایران و جهان انشالله تشدید کنه، سرعت و سبقت بده به مدد مولامون حضرت علی ابن موسی رضا علیه خدا حفظتون کنه. خیلی متشکریم، خیلی ممنونیم. از مشهد همواره دعوت ما رو قبول زحمت میکنند. خودشون الحمدلله مجاور حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هستند و افتخار داریم خدمتشون باشیم. ما عهدی که با شما بیننده‌های خوبمون داریم، ابتدای برنامه خلاصه ای از برنامه قبل رو تقدیم حضورتون میکنیم. در هفته‌ای که گذشت و برنامه‌ای که خدمت حاج آقای حیدری کاشانی تقدیم شما عزیزان کردیم، نکاتی رو عزیزانمون انتخاب کردن، تقدیمتون میکنیم. برمیگردیم بحث و کلاسمون رو آغاز میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. یعنی از محیط گناه و زمینه گناه باید تو توان فرار داشته باشی، فرار رو برقرار ترجیح بدی. در مجلس گناه قرار نه فرار باید کرد، به سبک یوسف صدیق در گناه گریزی. دانشگاه تقوای گریز سوره یوسف و غلقت الابواب و قالت حیت لک یا حیت لک. بشتاب 7 در رو بستم، یه خلوت شیطانی، یه لذت نفسانی برای هممون پیش میاد. این امتحان یوسف گونه برای هممون خداوند با این عنصر غریزه سرکش جنسی همه رو امتحان می‌کنه. بعد اونجا باید تقوای گریز، فاستبق الباب، فرار کرد به سمت در. نگفت در قفل زده است من تو میت گناه بمونم تن بدم، گفت وظیفه من از اینجا تا این در که میتونم فرار کنم. اگر ما استقامت تقوایی داشته باشیم، تمام بی تقواهای عالم عاقبت میان سر جبهه تقوا. بل عاقبت للمتقین. این میشه تقوای ستیز با حربه ذکر الله، نماز ذکر الله، قرآن ذکر الله، نام اهل بیت ذکر الله، دعا ذکر الله، با حربه ذکر الله اهل تقوا محیط پیرامونیشون، شیاطین پیرامونیشون اینا تسخیر میکنن، تسلیم میکنن، کما اینکه سلیمان نبی تسخیر کرد، کما اینکه پیامبر فرمود شیطان من هم شیطان دارم اما شیطانم تسلیم شده، مسلمان شده، اسلامو برده. ما باید به اینجا برسیم و انشالله امام عصر فدا که بیان چنان دست طبابت بر سر ما میکشن، مراتب ایمان ما، عرفان ما، تقوای ما، اخلاق ما بالا میزنه که تمام آلودگی های عالم رو کنار خواهیم زد. لا یعصی الله فی ارضه، یه سر سوزنی معصیت نمیشه در زمین خدا. اونجاست که بهشت موعود زمین اتفاق میفته. دلنوشته های مهدوی شما در روزی که برنامه ما پخش میشه، ما روزهایی که خدمت حاج آقای حیدری هستیم در ارتباط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صحبت میکنیم. همه روزهای هفته روزهای امام زمان هست، مگر غیر اینه که ما سر این سفره روزی خور هستیم و مفتخریم که لطف امام مهدی صاحب سفره و ولی نعمت ما بر ما جاری است. هر لحظه و هر نفسمون فرقی نمیکنه، همه ساعات ما ان الله مهدوی باشه. اما حالا به این بهانه یک بار در هفته محضر سرور ارجمندم که میرسیم، شما هم بزرگواری کنید اگر علاقمند هستید دلنوشته های زیباتون و نکات، سوالات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو به 3720 بزرگواری کنید، خانومی و آقایی کنید، ارسال بفرمایید. همینطور شماره تلفن 162 هم منتظر شنیدن صدای شماست، میتونید اونجا هم به برنامه خودتون لطف داشته باشید. محضر شما هستیم، خدمت حاج آقا عرض ارادت دارم و آغاز برنامه رو محضرتون هستیم. اگر خاطر شریفتون باشه به این آیه بسیار کلیدی و محوری قرآن اشاره کردیم که می‌فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن شما رو به راه استوارتر، پرقوامتر، ماندگارتر به بهترین راه هدایت میکنه. و وقتی از حضرت زین العابدین، حضرت سید الساجدین مولانا امام سجاد علیه السلام پرسیدن که این راه اقوم چه راهی است، منظور چیه؟ فرمودن القرآن یهدی الی الامام. قرآن هدایت میکنه، تمامیت قرآن هدایت میکنه به تمامیت
امامت و ولایت. یهدی للتی هی اقوم، یعنی القرآن یهدی الی الامام. اینه که با این نگاه که آرزومندیم که انشاءالله ما به یه جایی برسیم یک دوره تفسیر کامل قرآن، دانشمندان ما، اساتید حوزه و دانشگاه ما، نخبگان ما، مفسران ما، یک دوره تفسیر کامل رو با این نگاه، با نگاه القرآن یهدی الی الامام، القرآن الف و لام استغراق، یعنی جای جای قرآن، تمام قرآن هدایت به امامت و ولایت داره. این رو بیان از این منظر یک دوره تفسیر کامل قرآن داشته باشیم. اما با این معادله کلی ما داریم سوره ها و آیاتی که به طور ویژه مرتبط با ساحت ولایت و امامته و داریم آیات و سوره هایی که به طور خیلی ویژه تر متعلق به امام عصر ارواحنا فداست، متعلق به حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. یکی از این سوره ها سوره عصر. چون با این کنیه حضرت و نام حضرت هممون آشنا هستیم، میگیم امام عصر، حضرت ولی عصر. این عصر ریشه قرآنی سوره عصره. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به عصر که حالا برای این عصر 10 تا معنا گفته شده، اما 2 تا معناش مرتبط با ساحت امام عصر ارواحنا فداست. امام صادق علیه السلام میفرمایند العصر عصر و خروج القائم صلوات الله و سلامه علیه. عصر ظهور امام زمان ارواحنا فدا حضرت بقیت الله الاعظم، یعنی خداوند به عصر ظهور قسم یاد میکنه. و ان الانسان لفی خسر که ان ادات تأکید، لام تأکید با 2 تا تأکید، یعنی قطعا و قطعا، حتما و حتما انسان نسبت به تأخیر عصر ظهور امامش در خسارت محضه. خسر، یه خسارت داریم، یه ضرر داریم. ضرر وقتیه که ارزش اصل سرمایه انسان کم بشه، سودش کم بشه. اما خسارت وقتیه که خود اصل سرمایه از دست بره، اصل سرمایه از دست بره. ببینید یک بار هست مثلا آقا میگه که من در بورس سرمایه گذاری کردم، بعد یه سود خیلی خوبی داشته، بعد اومده توی نوسانات الان داره این سودش کم میشه، این میشه ضرر، این ضرره. اما یه مرتبه میرسه به جایی که اصل سرمایهش میبینه پیش چشمش داره آب میشه، این میشه خسران، این میشه خسارت، چون از اصل سرمایه داره از دست میفرماید ان الانسان لفی خسر. ببینید این قسمت آیه دوم جواب اون قسمه. یه قسم داریم در ادبیات عرب، هر قسمی که میاد یه جواب قسم داره. جواب قسم مرتبط با خود قسمه. اگر شد قسم به عصر ظهور، انسان نسبت به این که از خیرات و برکات عصر ظهور داره خودشو محروم میکنه، که شرایط رو ایجاد نمیکنه برای تعجیل عصر ظهور امام عصر، در این جهت در خسارت محض اصل سرمایه رو هم داره از دست میده. امامی رو داره از دست میده که این امام هدایت، امام تربیت، امام مدیریت، امام سیاست، امام حکومت. اگر او بیاد با حکومت الهیش، با درایت و مدیریت الهیش، تمام این مدیریت ها و ندانم کاری های شیطانی و نفسانی کنار زده میشه. دیگه احدی از مردم عالم گرسنه نمیمونه، احدی فقیر نمیمونه، احدی بیمار نمیمونه. بساط این بیماری های واگیردار جمع میشه. ما نسبت به اصل سرمایه در خسارتی. یکی از مفسران میگه که من خیلی دقت میکردم این معنای خسارت یعنی چی، انسان در خسارته. میگه یه روزی رد میشدم دیدم یه یخ فروشی نیمه روز شده، آفتاب به شدت داره میتابه، خیلی داغ و پر حرارت، و این یخهاش داره از همه طرف آب میشه، چون یخ فروش باید صبح بتونه بفروشه دیگه تا پیش از بالا آمدن آفتاب اینو بفروشه.
بعد میگه که کار به جایی رسید که دیدم این یخ فروش دیگه به اضطرار افتاد، به التماس افتاد. میگه ملتمسانه هر کسی که رد میشد میگفت ارحموا من یذوب رأس ماله، تو رو خدا به کسی که داره اصل سرمایش داره ذوب میشه، آب میشه، رحم بکنید. این داره اصل سرمایش از همه جهت آب میشه. این مثال کسی است که در خسرانه. اصل سرمایه اصلیش داره از همه جهت آب میشه. ما نسبت به عصر ظهور امام عصر این حالت رو داریم، در خسارتیم، نمیدانیم. خدا میداند فقط که چه خیرات، چه برکات، چه آثار و چه اسراری رو داریم از دست میدیم که در غفلتیم نسبت به اصل وجودش و هم نسبت به عصر ظهورش. اصل سرمایه ما اینجاست. بعد همه این گرفتاری ها، فلاکت ها، هلاکت ها، آشفتگی ها، سردرگمی ها، بیماری ها، گرفتاری ها، اینها همه به خاطر این که اون امام، اون مرشد، اون که تربیت شده ویژه خداست، به جامعیت کامل رسیده در تمام عرصه ها. امام حکومت، امام درایت، امام مدیریت، امام سیاست و حکومت جهانیش تمامه و همه به تعادل میرسن، امن و امان و امنیت میاد، بساط تمام بیماری هم تمام میشه. حالا این یه گریزی زدیم در معنای والعصر، یکی از معانیش. معنای دومی که متعلق به امام عصر ارواح نافدا میشه در میان این معانی 10 گانه، فرمودن عصر رو 2 معنای کلی براش بگیریم. یکی به معنای یک مقطع زمانی باشه، بگیم امام عصر، مثلا میگیم عصر صفوی، عصر قجری، این به معنای دوران. خب ولی عصر یعنی امام این روزگار، امام این دوران، حضرت ولی عصر، این به معنای زمان. معنای دوم عصر به معنای اساره، به معنای فشرده. قسم به اساره و فشرده عالم هستی که وجود امام زمان ارواح نافدا باشه. اینجا مفسران با استفاده از روایات میگن اینجا عصر خداوند داره به اساره های عالم هستی قسم یاد میکنه و سوگند یاد میکنه. این اساره ها انسان های کاملن، انسان های کامل که پیامبران باشن، یعنی به تمام 124,000 پیامبر الهی در همین والعصر داره سوگند یاد میشه. بعد یه اسارة الانبیا و خلاصة الاولیا و اوصیا داریم که وجود مقدس امام زمانه، اساره تمام اساره های عالم، اساره پیامبران الهی و امامان معصومه. خداوند به این اساره عالم هستی که وجود مقدس امام زمان ارواح نافداست داره قسم یاد میکنه. لفی خسر هم، ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان به اصل وجود این سرمایه هستی در خسارته که ارتباطش رو برقرار نکرده، ارتباط قلبی رو، عاطفی و حمایتی رو و معیتی رو برقرار نکرده. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. خدمت آقای حیدری کاشانی عزیز خواهیم بود ان شاء الله بعد از فاصله کوتاهی که با شما نجوا میکنیم و با صاحب سفرمون سخن میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. وقتی حواسمون نباشه به امام زمانمون، این خودش اوج خسرانه.
و این لفی خسریم اگر حواسمون نباشه و با امام زمان دائما مرتبط نباشیم. این رابطویی که شما یادم هست تو جلسات قبل بهش اشاره می‌فرمایید بسیار ارزشمنده و راه نجات و کلید فرار از خسران. آفرین، مرحبا. اتفاقا در معنای و تفسیر همین ان الانسان لفی خسر در چه نسبتی به امام زمان ارواحنا فدا انسان، نوع انسان در انسان آخر الزمانی در خسارته، به خاطر اینکه این رابطه رو برقرار نکرد، این رابطه رو تقویت نکرده، در معیت و اطاعت او قرار نگرفته، زمینه رو برای حضور او، ظهور او، حکومت او، حکومت عدل جهانی او، دولت کریمه او فراهم نکرده. اینجا داره از اصل سرمایه همینطور هی کم میشه، هی خسارت، گرفتاری روی گرفتاری، بلا روی بلا، الهی عظم البلا، بلاها همینطور شدت پیدا میکنه، عظمت پیدا میکنه. این بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تفسیر سوره عصر خیلی به جا و شنیدنیه. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که در صحیفه نور جلد 7 صفحه 225 آمده این جملات میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر انسان کامل است، امام زمان علیه السلام است، یعنی اساره همه موجودات. قسم به اساره همه موجودات یعنی قسم به انسان کامل. در یک بیان دیگری می‌فرمایند عصر محتمل است که در این زمان حضرت مهدی ارواحنا فدا باشد، یا انسان کامل باشد که مصداق بزرگش رسول اکرم و ائمه خدا علیهم السلام و در عصر ما حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. پس والعصر یعنی قسم به اساره و فشرده موجودات، آن که فشرده همه عوالم است، یک نسخه است، نسخه تمام عالم. همه عالم در این موجود، در این انسان کامل اساره و فشرده شده است. خداوند به این اساره و فشرده قسم میخورد. پس با این نگاه سوره عصر این 3 آیه است، اما میشه یک سوره سرتاسر مهدوی و پر از آثار و اسرار که حالا ما وجوه دیگر رو بگیریم. مثلا بگیم یکی از مصادیقش شد عصر انسانهای کامل که پیامبرانن، امامانن، انبیا، اوصیا، امامان معصوم علیهم السلام. از وجوه اعجازی قرآن اینه که گاهی یک آیه، گاهی یک کلمه 10 معنا، 100 معنا، بلکه هزاران معنا پیدا میکنه. اگر عصر اساره های عالم خلقتن 124,000 پیامبر رو در بر میگیره. یعنی داره میفرماید قسم به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، قسم به حضرت عیسی روح الله، قسم به حضرت موسی کلیم الله، قسم به حضرت محمد ابن عبدالله حبیب الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و قسم به تمام پیامبران الهی. حالا ببینید چقدر گستره معنا زیاد میشه. این یک قلمشه 124,000. یک معنا شد 10 زمان، روزگاران و شگفتی های روزگار که در طول تاریخ بشری این شگفتی ها، این فشارها، این سختی ها که عصر میان معناش رو میگن که یک معناش اینه، تلفیق این 2 معنا. یکی یک مقطع زمانی باشه 10 روزگاری که بر انسان گذشته تا طول تاریخ بشری، و بعد اساره فشارهایی که بر انسان آمده تا این انسان به رشد و تعالی و رشد شخصیت انسانی و عرفانی برسه. حالا شما ببینید این سختی‌های بزرگ و بلاهای بزرگ و فشارهای بزرگ مورد قسم الهی واقع میشه. ما چه تعداد از اینها رو داریم؟ 100 هزاران، میلیون ها، میل میکند به بی‌نهایت. بعد شما این رو بذارید در معنای عصر، بعد ان الانسان لفی خسر نسبت به چی در خسارته؟ نسبت به این که بگیم راه ابراهیم خلیل الرحمن رو طی نکرد، پدر موحدان عالم، راه حضرت موسی کلیم الله رو به انحراف و تحریف کشاند، راه عیسی روح الله رو به تحریف و انحراف کشاند، راه پیامبران الهی 124,000 پیامبر الهی. قسم به تمام شگفتی های تاریخ بشر. وجوهش رو اگر به صورت ضرب دری، قسم جواب قسم، والعصر قسمه، ان الانسان لفی خسر جواب قسمه،
خب اینها رو اگر به صورت ضرب دری چی بکنی، اصلا میلیون ها وجه تفسیری و معنایی پیدا میکنه. 2 آیه در یک سوره 3 آیه‌ای و یکی از وجوه اعجازی قرآن، کثرت معنا، کثرت مفاهیم، کثرت عظمت هایی که خداوند در اینجا به اونها قسم و سوگند یاد میکنه تا میرسه به وجود مقدس امام زمان که اساره عالم هستی است، به عصر ظهور که محل ظهور تمام خیرات و برکات عالمه که میشه بهشت روی زمین، و انسانی که نسبت به این افقهای بلند سرمایه اصلیشو داره از دست میده، سرمایهش یک سره از همه طرف در حال ذوب شدنه، مثل اون یخ فروشی که یخش داشت آب میشد و ذوب میشد، و این در خسارت. این آیه یک هشداره، یک تنبیه، یک بیدار باشه، انسان بیدار شو، لحظه لحظه عمر تو داره میگذره. بعد نسبت به آخرت و ابدیت در خسارتی، نسبت به از دست دادن درجات بهشت الهی در خسارتی، که حالا ما فقط بخوایم این وجوه رو بیان بکنیم میل میکنه به میلیون ها، میلیون در میلیون صورت معنایی و مفهومی که از وجوه اعجاز و معجزه بودن قرآن کریم. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. ما قبلا هم در همین برنامه در ارتباط با سوره والعصر صحبت کرده بودیم و مفصلا راجع به این که انسان در خسران همیشگی است الا کسانی که این ویژگی ها رو در خودشون ایجاد کنن و حرکت کنن، که میرسیم حالا انشالله در ادامه بحث راجبش صحبت خواهیم کرد. ما حدود 2 دقیقه زمان داریم، یکم کمتر. دوست دارم جملات پایانی حضرت عالی و حسن ختام این جلسه رو محضرتون باشیم و انشالله هفته آینده ادامه بحث رو داشته باشیم. وارد بقیه سوره نمیشیم چون که حقش ادا نمیشه در این 2-3 دقیقه، اما این که انسان نسبت به چنین امامی اگر این امام رو بشناسه که یکی از القاب حضرت خلاصة الانبیا و اسارة الاوصیا، خلاصه تمام پیامبران الهی، اساره تمام امامان معصوم، که میگه وقتی حضرت ظهور میفرمایند از کنار کعبه پشت به کعبه خانه خدا، میفرماید که هر کس میخواهد آدم علیه السلام، حضرت آدم نبی الله رو زیارت بکنه بیاد که منم آدم. هر کی میخواد حضرت موسی کلیم الله، هر کی میخواد حضرت عیسی روح الله بیاد که منم موسی کلیم الله، منم عیسی روح الله. یکی یکی پیامبران شاخص رو نام میبرن، میگه من اونها هستم، همه اینها. بعد یکی یکی امامان معصوم رو، منم علی ابن ابی طالب، منم حسن ابن علی، منم حسین ابن علی، یکی یکی امام، منم علی ابن موسی رضا. این معنای اسارة الانبیایی و خلاصة الاوصیایی رو ما بفهمیم، اون موقع میتونیم تازه یه گریزی به معنای و رمزگشایی از معنای والعصر، قسم به اساره عالم هستی که به تعبیر حضرت امام وجود مقدس امام زمان ارواحنا فداست و یکی یه دونه عالمه، و خدا به این عظمت قسم یاد میکنه که خدا رو در همین لحظات قسم میدیم به عظمت امام عصر ارواحنا فدا که در ظهور مقدسشون تعجیل بفرمایند و تمام گرفتاری ها و بیماری ها و آشفتگی ها و سردرگمی های جامعه بشری رو با ظهور حضرت انشاءالله به پایان برسونن و مشاهد شکوفایی عصر ظهور باشیم انشاءالله. الهی آمین. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از همراهی شما. هم سپاسگزاریم. خدا رو به وجاهت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف قسم میدیم و حسن ختام از خدای متعال میخواهیم. الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون به خیر، محتاج دعای خیر شما هستیم یا علی. حاجا خیلی متشکرم. پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یاد